سلام سلام سلام. این نه من که کلا اهل لایو و اینجور چیزا نیستم، مثلا اینستا ندارم که بخوام لایو برم. منتها یه خبری رو یکی دو ساعت شنیدم، البته نمیشه بگی خبر، یه حالت انگار مثلا یه پیامی، یه خوشبینی، یه آینده نگری، یه پیشبینی، نمیدونم، هر چیزی میشه اسمشو گذاشت. ولی این که میگن یه پسر جوونی که الان اصلا شناخته شده هم نیست و اصلا هم تو سیاست نبوده وارد سیاست ایران میشه، فارغ از این که اصلا این حکومت میخواد بمونه یا نمونه، مثلا به این قسمتش هم کاری ندارم، ولی این بخشش که این جوونی که میاد ایران رو شکوفا میکنه. خب این شکوفا کردن ایرانه واسه من یه دنیا ارزش داشت. چرا حالا میگم؟ من لحظه‌ای که شنیدم که ایران رو میکنه قطب توریستی خاورمیانه، یکی از قطبای اقتصاد خاورمیانه میشه ایران، و اینکه ایران شکوفا میشه خودش یه دنیا ارزشه. یعنی من تمام ملتم احساس آزادی، آسایش و لذت بردن از ذره ذره زندگیشون رو میتونن تجربه کنن، خصوصا نسل ما که از اول جنگ رو دیدیم و نمیدونم گرفتاریای سازندگیشو، نمیدونم، به هر حال مشکلاتی که همه شما میدونید، نیاز به گفتن هم نیست. فقط میتونم بگم خدا رو شکر این جمله انقدر به من امید و انگیزه داد که منو واقعا از یه آدم ناامید میتونه بکنه یه آدم فوق العاده انرژی دار و امیدوار که بتونم این امید رو انتقال بدم، نه اینکه برای خودم نگه دارم. از صبح شاید باورتون نشده به مادرم زنگ زدم، نمیدونم به دوستام زنگ زدم، به هر کی که تونستم این پیامه رو دادم که ببینید ایران تا 6 ماه دیگه واقعا شکوفا میشه. شاید الان مشکلات زیاده، شاید هم بیشتر هم بشه، ولی برای این تغییر، برای این اتفاق خوب حتما باید یه سری اتفاقا بیفته که بشه این گذر یا این گذار اتفاق بیفته. فقط میتونم خدا رو شکر کنم واسه این که این امیده الان تو وجودمه و یه جوری به دلم پیوند خورد وقتی شنیدمش که حس میکنم واقعی این اتفاقیه که قراره واسه ایران بیفته و مطمئنم میفته. دم همتون گرم.